حضرت عبدالرحمن بن عوف میگه جنگ صفحه جنگ بسته شد، صحنه جنگ، از اون طرف اونها، از اون طرف بدری ها. یا الله، یک مرتبه دیدم کنار من 2 بچه کوچک و خردسالن، بچه هایی که شمشیرشون از هیکلشون گنده تره. میگه با خودم گفتم کاش 2 پهلوان کنارم می بود. همه رو شنیدیم، پیرمرداشون چی گفتن، بزرگا و نوجواناشون و جوانهاشون چی گفتن، حالا خردسالهاشون چی میگن، بچه های کوچکشون چه غیرتی دارن، با چه جذبه‌ای به بدر آمدن. این 313 نفر پر ایمانن، پر غیرتن، پر شهامتن، پر آرمان خواهیان، شهادت براشون آرمان شده و هدف شده. حتی بچه اینقدیشون که شمشیرشون از هیکلشون حتی گنده تره. عبدالرحمن بن عوف میگه من نگاهی به چپ کردم، نگاهی به راست کردم، نگاهی به چپ کردم، دیدم 2 بچه‌ن. گفتم کاش امروز 2 پهلوان کنارم می بودن، تو این صحنه کارزار نبرد خوبی رو به نمایش میگذاشتیم. 2 بچه کنارم افتاده. این رفیقای بغل دست من خیلی مهارت جنگی ندارن، آمادگی نظامی ندارن. تو همین فکر بودم یکی از این بچه‌ها گفت عمو جان ابو جهل کدوم یکی از ایناست؟ لشکر دشمن روبرو، کدوم یکی از اینا ابو جهله؟ گفتم با ابو جهل چیکار داری؟ گفت من زندگی مکی رو تجربه نکردم، من تو مکه متولد نشدم، من تو مدینه چشم به دنیا گشودم و به دنیا آمدم، اما شنیدم تو زندگی مکی این ملعون به نبی من چقدر گستاخی کرده، چقدر جسارت کرده، چقدر شکنجه کرده، نبی منو جلاوطن کرده، اشک نبی منو در آورده، شکمبه گوسفند بر سر مبارک انداخته. به خدای محمد قسم تو این صحنه یا باید او کشته بشه یا من. میگه وقتی اینو من شنیدم گفتم یا الله این چه کوی از ایمانه. مثلا اون ابو جهل که داره لشکر رو مرتب میکنه، همون ابو جهل رو اسبش داره راه میره با یک تکبر و غروری، با یک گردن بلندی. هنوز جواب این بچه رو تکمیل ندادم. بچه این طرفی گفت عمو جان ابو جهل کدوم یکیه؟ سوال هر دو تا یکی. گفتم با ابو جهل چیکار داری؟ دقیقاً همون جواب. من میخوام تو این میدان تکه تکش بکنم، نمیگذارم از این میدان تن سالم به در ببره، جان سالم به در ببره، تکه تکش میکنم. به مهدی که جنگ شروع شد، یکی به اسب ابو جهل حمله کرد، همین شیرمردان، یکی به خود ابو جهل و همین 2 بچه کوچک و خردسال مسلمان ابو جهل رو از اسب تکبر و غرور به زمین کوبیدن. بر خاک و خون غلتید فرعون این امت از 2 بچه کوچک مسلمان. بله